إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. این سوره را به نام سوره عنکبوت یاد میکنه. عنکبوت بخیر پشت سر در آیات ها میایه مشهورترین حشره است که کلتان میشناسه و چی وظیفه داره، چی ساختمانی داره، چی آشیانه داره. قرآن کریم هم موضوع مهم سورت امیسته به خاطر که مردم زیاد مثل عنکبوت وارد شده. از امو خاطر قرآن موضوع را خوب بررسی میکنه و کل سورت هم به نام عنکبوت مسما کرده که شما بدانه که چطور مهم موضوع است مسئله عنکبوت. 85 سورت است در نزول خود که قبل سوره مطففین و بعد سوره روم نازل شده. سورت مکی است. سورت های مکی براتان معلوم است که اکثر معالجه عقیده را میکنه. کدام خرابی هایی که در مورد عقیده، چی در مورد الله تبارک و تعالی توحیدش است و چی در مورد آخرت است و چی در مورد پیغمبر، چی در مورد قرآن است، کلش بررسی میکنه، دلایل پیش میکنه تا که مردم دیگه حجت برشان باقی نمانه، عذر باقی نمانه. این سورت قطع ما قبل، در ما قبلش سوره قصص است. قطع او سورت چیست؟ بسیار ارتباط قوی داره. در اونجا الله تبارک و تعالی در ما قبل الله در اونجا بیان کرده حالات بعضی انبیاء علیهم السلام. اینجا انبیاء علیهم السلام حالاتش زیادتر بیان میکنه، یعنی به طریق تفصیل بیان میکنه به خاطر که راه دعوت روشن شود و هدف انبیاء علیهم السلام هم واضح شود که پیغمبران با مردم در چی چیز مبارزه داشتن و مردم به چی چیز دعوت میدادن. دیگه در اونجا قصه های انبیاء علیهم السلام به طریق اجمال، اینجا تفصیل یکی. در اونجا بیان هجرت بود یک نوع، در اینجا بیان هجرت دیگه قسم هجرت بیان میکنه. در اونجا الله تبارک و تعالی در آخر گفته بود ولا تدعو مع الله الها آخر، یعنی بیان توحید کرده. در اینجا الله بیان مثال کسانی که مبتلا به شرک هستند و غیر الله را در حاجات و مقاصد خود آواز میده، او را به طریق تمثیل ذکر میکنه که ذهن مردم خلاص شود و دیگه به غیر الله عبادت نکنه. این سوره در اول سرش بیان دعوت است. مسلمان حقیقی را بیان میکنه که کی است، یک موضوع. دوم موضوع، دنیا محل استراحت، آرامی و آرایش است، یعنی که تکلیف و مصائب و چیسته شدائد سر انسان میآید. این را برای ما واضح میکنه که دنیا محل راحت نیست. کسی که راه حق میپیماید گاهی هم به راحت نیست. و بعد از او الله تبارک و تعالی بعضی قصه های انبیاء علیهم السلام برای آداب دعوت که ما چی رقم دعوت بکنیم و برای ما و شما شجاعت میده که انبیاء علیهم السلام چه قسم دعوت کرده، در کدام زمان و با قوم چی رقم روبرو شده، از قوم چی رقم تهدید شدن. ولی نتیجه چی شد برای ما واضح میشه که نتیجه منجر میشه به هلاک مخالفین و دشمنا. از همون خاطر انسان در اول مرحله دوچار بسیار تکلیف و مصیبت میشه، از پدر و مادر گرفته تا قومه تا دولته. لیکن الله تبارک و تعالی ثمره و نتیجهش مکمل برقرار میسازه و مخالف دشمن از بین میبره. این موضوع مرکزی سورت است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات است. الله سری اصل مقصدش عالم است. معنای حقیقی از این را کسی نمیدانه غیر از الله اگر به رسولش خبر داده باشه، دیگه کس نمیدانه. البته نکته ها را بعضی مفسرین ذکر میکنه. بهترین نکته را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کرده و میگه آوردن همچو حروف در سری صورت ها برای این گپ است که ای مردم، قرآنی که بعدی تلاوت میشه از همین حروف هجا جور شده. کدام حروف هجایی که شما هم از او کلامتانه جور میکنه و امو سخن میگه به می حروف. فرق در بین سخن شما و سخنی که بعد در قرآن میایه چی فرق است؟ اگر این ساخته بشر می بود هر کس توانایی می داشت که مثل ازی وارد سخن بسازه.
امو حرفی هجاست، امو الف بیتی تا حرفی یار است، لیکن به مثل قرآن کسی تو رایت جور کده نمیتونه. از او خاطر او میگه که این حروف در سر سوره نشانه اعجازی کیست؟ قرآن کریم، که قرآن معجز است، کسی به مثل قرآن واره کلام جور کردن نمیتونه. و امی بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که پشت سر مسئله معجزه میاد. احسب الناس یترکو، گمان داره مردم که گذاشته شوند من الافتنان، از امتحان کردن، امتحان نشوه، همینطور مانده شوه، ایترکو که گذاشته شوند صرف به می قدر گفتار، یقولوا آمنا، یکی بگویند ایمان آوردیم بس. اگر کسی ایمان بیاره و دیگه گپا نشوه، نه. و هم لا یفتنون، در حالی که یاد امتحان الله واقع نشده باشند اجنی. عادت الله تبارک و تعالی جریبه شده در سلف ما هم، پیش از این تاریخ هم، که هر کسی که ایمان میاره در امتحان واقع میشه، بلکه کل انسان ها در امتحان است. خو مومن در امتحان بزرگ الله است. چرا؟ مومن دوچار مشکلات میشه، مصیبت ها میشه، تکلیف ها میشه، رنج ها میشه، و تنها ایمان برای نجات انسان کفایت هم نمیکنه تا که عمل قطعش همراه نباشه. و عمل وقتی نمایان میشه که انسان در مورد امتحان قرار بگیره، که پشت سر بر ما میگه. اینجا افتنان به معنای در امتحان واقع کردن است. امتحان الله دو قسم است، یکی تکوینی است، یکی تشریعی. امتحان تکوینی الله عبارت از است که مصیبت سرت میاد، مریض میشی، مردم دودشنام برات میزند، لط میکنه تا، قتل میکنه تا، بندی میکنه تا، موانع کارایت میشه، از دعوتت میشه. ایره میگه موانع تکوینی، امتحان تکوینی. یک امتحان تشریعی است. الله بعضی احکام ما و شما را مامور ساخته است، بعضی چیزا ما را منع کرده. ایام امتحان الله است که نماز میخوانیم یا نه، روزه میگیریم یا نه، از زنا خود نگاه میکنیم یا نه، از دزدی خود نگاه میکنیم یا نه. این کلش امتحانات الله تبارک و تعالی است. عالی. چرا الله امتحان میکنه؟ امتحان خب برای معلوم کردن افراد است، اما در حق انسان وقت امتحان میگیره که قابلیت و استعداد یک کسی را معلوم بکنی که این فرد چقدر در کدام مستوی قرار داره. اما الله تبارک و تعالی که امتحان میکنه برای معلوم شدن چی است؟ که به مردم ظاهر شوه، حجت شوه که بله اینی آدم در این مستوی قرار داره، و سبا سری تو دلیل تمام شده باشه. لفظ زده نمیتونی که من اینطور بودم. آلی مثلا لفظ میگم ما پیغمبر علیه السلام دوست داریم، لفظ این لفظ است. آلی ببینیم که در عمل چقدر تابعداری پیغمبر است، در زندگیش، در عبادتش، در مکمل. ایران از او خاطر الله تبارک و تعالی امتحان میکنه ما را، حجت خود سر ما تمام میکنه. ما دیگه دلیل بر ما باقی نمیمونه. آینده بر ما میگه چرا جهاد فرض به تو کردی، نماز فرض به تو انجام دادی، روزه فرض بود ادا کردی، از فلان چیز تو منع شده بودی، منع شدی، تو خودت اینطور کار کردی، در قدرتت بود، در وسعت بود، اختیار برات داده بودم، راه هم برات بیان کرده بودم، چرا اینطور عمل نکردی؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، یقینا ما امتحان کردیم و کسانی را من قبلهم که پیش از یا بودن. این امتحان الله مربوط کل طایفه های انسانی میشه، از اول تا آخره کل مورد امتحان الله قرار گرفته، یعنی گپی جدید نیست. فلا یعلمن الله، خامخا ممتاز میکنه، فلا یعلمن، خامخا ممتاز خواهد کرد الله تبارک و تعالی الذین، مردما را صدقوا که یقینا راست گفتند در دعوای خود. ولا یعلمن الکاذبین، خامخا ظاهر خواهد کرد الله تبارک و تعالی الکاذبین، کسایی که دروغ میگه در دعواهای خود. نه کلگیر الله امتحان میکنه. خب در اینجا الله میگه که خامخا ظاهر میکنه. علم الله خواهد سابق سری از یاسته، یکی ظاهر کردن در بیرون است که جدا شوه، اموتور دعواها را خود کلگی میکنه که ما از الله بسیار میترسم. خواهی یک گناه عظیم که خب وسط سرت میرسه، گناه برات پیش شوه که تو واقعا خشیت الله را داری یا نه. یوسف علیه السلام در بین 7 خانه بندی میشه، خب خشیت الله سرش چی است؟ صحابی بی غامدیه رضی الله عنها و چیست؟ معز رضی الله عنهما و اردویشان صحابه است، جنایت انجام داده، گناه از پیش شده، خب خشیت الله در قلبش است یا نه؟ در قلبش است. این نمایان میشه.
حالی خود دعواها خیلی زیاد است. هر کس میگه من از من وری مخلص آدم دیگه کس نیست. نماز میخونی؟ از او خاطر این آیت قرآن برای ما این گپم بیان میکنه که کسایی که میگه دل پاک و دل گپ ده این گپا نیست، غلط میگه، دروغ میگه. اگر دل پاک باشه ثمرش خود به خود در عمل نمایان میشه، خود به خود. ایمان بدون عمل نمی باشه. آلی الله تبارک و تعالی قرآن برای ما بیان کرد که دنیا صحنه پهنتون است، آزمایش میشه، مردم استعدادا شگوفا میشه، آلی مال نمایان میشه که در کدام مستوا قرار داره، چقدر متین و محکم است در دین خود، در عقیده خود. مزرعه است، مزرعه میدان زراعت است. میدان زراعت میبینی که بیرون میکنه خدا، معلوم میشه که چی است، کدام درخت است، چی میوه میده. این کلش امتحانات است. پس محنت‌ها، تکلیفایی که در پیش ما پیش میشه، این کلش برای عزیزته که ما درجات ما بلند شود و نمایان شود دینداری و عقیده ما که در قلب ماست، وگرنه خو چیزی که در درون است هر کس ادعا میتونه. الله چی میفرما؟ ام حسب الذین، آیا گماندار و کسانی که یعملون السیئات، انجام میده کارهای زشت نادرسته. این تخویف است برای کسانی که دعوتگرا را مانع میشه، کارهای دین مانع میشه، بدعتا را ایجاد میکنه، نعوذ بالله، شرک دعوت میده. الله میگه این مردم ها باید گمان میکنه ایسبقونه که خدا خلاص کنه از ما پیش میشن، ما یارا گیر نمیتونم که خدا خلاص کنه از ما. نه، ساء ما یحکمون، خیلی بد فیصله است آن چیزی که یا فیصله میکنه. این فیصله را در حق خود کنه، نه در حق الله. الله خو قدرتش محیط است به کلگی، کسی از پیش شور خورده نمیتونه. من کان یرجو لقاء الله، کسی که امید داره لقاء الله، ملاقات پروردگار، روبرو شدن، دیداری الله تبارک و تعالی را. از خاطر یرجو را معنای چی کردم؟ امید داره. فإن اجل الله، پس ایجا چیست؟ فلیصبر علی مصائبه، جزا محذوف است ایجا. کسی که ملاقات روبرو شدن با الله تبارک و تعالی، دیداری الله را امید داره، اینطوری مفتاصل نمیشه. فلیصبر علی مصائبه یا فلیصبر علی البلایا، بالای تکلیفا، بلاها، مصیبتها باید صبر بکنه، استقامت اختیار بکنه، دو دشنامی مردم از در سری خود قبول بکنه. مثل که آل موحدین است، مردم چی گپا برز میزنه، چقدر تهمتا میکنه، چرا صبر بکنه؟ فإن اجل الله لآت، یقینا تاریخی را که الله مقرر کرده آمده نیست. میعاد ملاقات آمده نیست، پس برای ملاقات این گپ ضروری است. کسی که دعوا میکنه که ما با الله روبرو میشم و دیدار الله نصیبم میشه، این بدون تکلیف و مصیبت نمی باشه، محنت ها را باید بکشی. دوم معنا، من کان یرجو لقاء الله، کسی که عقیده داره به حساب کتاب با الله. حساب کتاب امری حتمی است، هیچ کسی خلاص شده نمیتونه. روبرو میشی با الله تبارک، یکی دیدار الله است، او امر محتمل است که به کسی نصیب میشه یا نمیشه. در اونجا یرجو به معنای خود بود، در اینجا که مراد از لقاء الله بعث بعد الموت باشه که با الله تبارک و تعالی محاسبه میکنه ما را، این امر یقینی است. از او خاطر یرجو به معنای چی است؟ یعتقدو، کسی که عقیده داره لقاء الله، ملاقات الله را که قطعا محاسبه صورت میگیره، ولی چی بکنه؟ فلیعمل عملا صالحا، باید تو را عمل صالح بکنه. چرا الله خو قطعا محاسبه میکنه، تو باید یک چیزی داشته باشی. فإن اجل الله، یقینا تاریخ میعاد امو محاسبه لآت آمدنی است. و هو السمیع العلیم، یقینا الله تبارک و تعالی السمیع، شنونده است تمام فریادات، دعاها، اذکار، کل چیزا را. العلیم، میدانه نیت، اراده، عقیده کلگی را. غیر از الله دیگه کسی طور نیست. چرا؟ بلا وسیله کسی سمیع و علیم شده نمیتونه. و من جاهد فانما یجاهد، بله عمل کردی ما در این صحنه دنیا برای کیست؟ الله نیاز داره به عبادتی ما. صبح وقت بخیزیم در آب یخ و سرد وضو میکنیم و بعد از اون نماز میخوانیم، در مسجد میریم، در جماعت میریم، تلاوت قرآن میکنیم. نه، بنده هر کاری نیکی که میکنی برای خود میکنی. این میدان کوشش و عمل خودت است و نتیجهش به خودت به دست میاد. الله به کسی نیاز نداره. و من جاهد، کسی که جهاد میکنه یعنی محنت و تلاش میکنه، خب طاقت خود خرج میکنه. فانما یجاهد، یقینا مجاهده میکنه یعنی محنت میکنه، کوشش خود خرج میکنه، لنفسی، برای منفعت نفس خود. نه،
معلوم شد که اینجا جهاد تنها او را نمیگه که در سنگر مقابل دشمن باشی. اینجا جهاد عبارت از تلاش و کوشش و محنت در چیست؟ در راه دعوت است، در راه مبارزه با چیست؟ مخالفین دین است. یعنی کدام مصیبت و تکلیفی که برداشت میکنی برای خود میکنی. چرا؟ الله تبارک و تعالی بری تو اجر میده، درجه تو را بلند میبره، نعمت الله بری تو میده، نخ در دنیا هم برات میده. او چیست؟ کفاره گناه ها. سابق اگر از پیشت کدام خلل واقع شده، گناه شده، امی عمل کرد دعوتی تو الله سبب میکنه برای محو شدن او گناه، الله او را معاف میکنه. نخت فایده شده دنیا هم الله برات میده، در آخرت خو شمار نکو که چقدر است. قرآن بر ما میگه من جاهد، کسی که مجاهدت میکنه. از این معلوم میشه که طاقت خود خرج میکنه. طاقت خرج کردن آن چیزی که قط خود انسان است او را باید خرج کنه. ما طاقت ازی را دارم که بیان کنم. یک آدم طاقت ازی را داره که مال خود مصرف کنه. یک آدم دیگه طاقت ازی را داره که دعوت بده، تبلیغات بکنه نیک. یک آدم دیگه طاقت ازی را داره پشتر بکشه در جای نصب بکنه. یک آدم دیگه ثبت بکنه برنامه را. یک کلش در جمله مجاهدت چی هست؟ شامل است. خرج کردن مال باشه، علم باشه، طاقت و نفوذ اجتماعی باشه، هر کس به اندازه توانش، هر کس برای خود میکنه، برای کسی نمیکنی. کسانی ما اگر ترجمه میکنیم سری کسی احسان نکنیم که ما اینو ترجمه میکنیم، ما ادای مسئولیت خود میکنیم که الله ما را معاف کنه. یک آدمی که مال خود مصرف میکنه، موتر کیرا میکنه، بخاری را گرم میکنه، زمینه را مساعد میکنه، او باید اینطور نه احسان نکنه، بگویه که من شکر نعمتی کی را میکشم؟ الله تبارک و تعالی را. چرا؟ ادا کردن شکر نعمت واجب است. الله برات هر قسم توانایی که داده همون توانایی را مصرف کو. الله میگه برای خودت است، او واقعا برای خودت است. برای کیست؟ الله میگه ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی به مجاهده شما ضرورت هم نداره. جهاد سنگری را مگر میکنی برای خود میکنی. الله میتونه یک مرتبه کفار از بین ببره. مثل قبل از موسی علیه السلام کل انبیاء علیهم السلام که آمده، زمانی که مخالفت از پیغمبر کرد، مثل که واقعاتش پشت سر آمده رویسته، الله تبارک و تعالی کلشان یک دفعه تباه کرد. بعد از موسی علیه السلام سلسله جهاد شروع شد. الله علی کل امت از بین نمیبره. ما در مورد امتحان الله قرار داریم که جهاد میکنیم یا نه. چه قسم مبارزه میکنیم با اینمی فسادات، با اینمی شرک، با اینمی بدینی، با اینمی الحاد، با اینمی دموکراسی لعنتی؟ چه رقم مبارزه میکنیم؟ این امتحان الله است. کسی طور فکر نکنه که ما عالی قرار شیشتیم نماز بخوانیم خلاص کفایت میکنن. نه، امروز مجاهده خیلی زیاد قوی شده. امروز رادیو والا ما مسئول است، تلویزیون والا مسئول است، نشرات والا مسئول است، صحیفه والا مسئول است، بگوی کتابخانه والا مسئول است، کلش مسئول است. همون قدر که کفر تلاش میکنه به هر گونه، اینمی رقم مسلمان هم در مقابلش باید تلاش بکنه، به هر گونه تلاش بکنه. این برای خودی ماست. الله تبارک و تعالی مقام منزلت ما را بالا میبره، این به هر کس نصیب نمیشه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی غنی، بے پروا، حاجت نداره، عن العالمین، از تمام مخلوقات. هیچ به مخلوقات ضرورت نداره که عبادتش بکنه یا نکنه. الله تبارک و تعالی ستوده شده است. انک حمید مجید است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بله کسانی که ایمان آوردن، ایمان قرآنی مطلق، ایمان تذکیری نه، ایمان میراثی نه که از پدر و مادر مؤمن است یا ایمان نمیفهمی؟ نه. یک مجموعه، یک گروپ خود در یک جای کتابا را ما در کسی میدادم و کتابا را گرفت، بسیار با تعجب سعی میکرد. ما گفتم کتاب بخونیم، سوال کردم، ما گفتم خود شما مؤمن هستی؟ گفت بله. چرا نه؟ گفتم ایمان داری؟ گفت بله. ما گفتم مفهوم ایمان چی را میگه؟ کلگی جان مانده. 11 نفر بودن دیگه، ایمان نمیشناختن. این را میگه ایمان میراثی. ایمان میراثی ما و شما ایمان میراثی است. از پدر و مادر مسلمان تولد شدیم، فقط نماز یاد داریم، خیر و خلاص. ایمان آشنایی نداریم که به الله چطور عقیده داشته باشم. الله را نمیشناسیم، به الله عقیده را نمیشناسیم که چه قسم بالای الله عقیده داشته باشیم. حاجت روا و مشکل کشا قبرها را میدانیم. یا سخی صاحب یا پیرانی پیر صاحب گفته صدا داریم، یا فاطمه زهرا او یا چیسته ابوالعباس صدا کرده رویستیم. آیا مشکل کشا الله است یا بندگان الله؟ عجیب گپ است. این را میگه مسلمان میراثی، این را ایمان میراثی میگه. ایمان تذکیری هم داریم. کسایی است که از پدر خو
پدرش به الله مال مسلمان بود یا نه؟ خب اینجا در دار اسلام زندگی میکنه، در تذکیرش در مقابل دین چی نوشته شده؟ وقتی کس پیش سوال میکنی معلومات نیست. از او خاطر الله میگه والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، ایمان قرآنی، و عملوا الصالحات، به مقتضای ایمان عمل صالح انجام میده. عمل صالح چند شرط داره؟ 2 شرط داره. یکی به خاطر رضای کی باشه؟ الله. دوم موافق نقش رسول الله باشه، که به نقش رسول الله موافق نبود هر قدر خواری و زحمت میکنی برباد است. پیش آیت تیر کردیم لنکفرن عنهم، اینطور مردم ها را الله میگه ما دور میکنیم از یا عنهم، از یا سیئاتهم، گناهایشان، ولنجزینهم، خامخا عوض و بدل میدیم یارا احسن الذی، بهترین شایسته ترین اوتر چیزی کانو که بودن یعملون، که عمل میکردن، شایسته از اون عملی که انجام داده ما عوض و چی میکردیم؟ بدل بر ما میده. الله وعده کرده، این وعده الله تبارک و تعالی است. وعده الله را آدم فراموش نکنه، شرطش است که ایمان و عمل صالح باشه. و وصفینا الانسان بوالدیه حسنا، بله دعوت است. دعوت گپ عادی نیست، ایمان حفاظت کردن گپ عادی نیست. الله خو امتحان میکنه. اول مورد امتحان کدام است؟ سخت امتحان است. یک طرف خط ایمان قرار میگیره، یک طرف خط رسول الله، سنت رسول الله قرار میگیره، دیگه طرف خط پدر، خط مادر، خط اقارب، خط بگوی محبت عاطفی. اوه سالای پدر و مادر زحمتی تا کرده و حالی نافرمانیش بکو. سخت است. قرآن چی درسای عظیم برای ما میده نمیده. این طرف توحید الله قرار داره، او طرف پدر برات میگه که بچیم عقیده که جدید پیدا کرده، ما فهمیدیم که تو در کدام مرکز رفته ای، این گپا را دیگه از کلید دور کو، وگرنه عاقد میکنم. همینطور میگه نمیگه؟ الله اکبر. نظام مقدس اسلام بیبی چی درس برای ما میده؟ الله تبارک و تعالی میگه که بله الله در مورد او کسانی که قطع تو احسان کرده، خدمت تو را کرده، قطع از او رابطه قرابت و بگه ولادت و خیشی و چی داری، و هم در مقام خود ارزش داره، خو لیکن ارزش از ارزش حاکمیت الله بالا نیست. در روزی که در 2 خط قرار بگیری که خط پدر و مادر و چیست عطوفت پیش کنم یا خط توحید الله را، باز دیگه تقدیم کو خط کی را؟ توحید الله را. خط تعلقات و خویشاوندی روابط مکمل یک طرف میشه، خط الله تعقیب میشه. یک طرف الله بر ما امر میکنه بزرگترین تکریم و احترام پدر و مادری تا بکن، ولو که کافر و مشرک هم باشه. در امور دنیا، معاملات دنیا احترام تعظیم. خیادت باشه اگر دست در عقیدت میزنه، مداخله در عقیدت میکنه، باز دیگه نه، پدر و مادر برای خود جای داری، آلی در سویچ بالا دست نزن. عقیده خو عقیده است.